ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خاندان در مهمانی افطار می نمود چنین می گفت: روزداران نزدتان افطار نمودند، طعامتان را نکوکاران تناول نمودند و فرشتگان بر شما فرود آمدند. روایت احمد و بیهقی. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق افطار دهندگان دعای خیر می کرد و آنها را یادرس می نمود که روزداران طعام شما را تناول نمایند، زیرا آنها مردمانی نکوکارند. بنابر سبب به روزداران افطار دادنتان فرشته های رحمت خداوند فرود آمدند و این همه ثواب را نائل گشتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط این حدیث مؤمنان را برای افطار دادن روزداران و کسب ثواب آن تشویق و ترغیب نموده است. همچنین این حدیث نبوی بیانگر آن است که هنگام افطار نمودن روزداران فرشته های الهی نازل می شوند و دعای خیر در حق افطار دهندگان و روزداران می نمایند. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دادن افطار تشویق و ترغیب کرده است و این معنای آن را ندارد که اگر قدرت نداشته باشی قرض گرفته افطار بدهی. همچنین افطار دادن معنای آن را ندارد که طعام بسیار حاضر کرده به روزداران بدهیم. حتی اگر نوشابه یا خرمایی که به روزدار می دهیم این افطار دادن حساب می شود و آن ثوابی که روزدار می گیرد انشاءالله به ما هم این ثواب نوشته می شود. پس خوش به حال آن شخصانی که به مردم افطار می دهند و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.